و حالا رو آوریم به قرقیزستان. یک دادگاه این کشور دو شهروند تاجیکستان را در رابطه به مناقشه در مرز در ماه اپریل به حبس ابد محکوم کرد. این دو شهروند عبدالرزاق عبدالقهارов و اسکر یونوسف هستند که از جمله به غارتگری گناهکار دانسته شدند، هرچند میگویند گناهکار نیستند. همکارم میرزانبی خالقزاد سرنوشت شهروندان تاجیکستان را در قرقیزستان بررسی میکرد و حالا با ما در استودیو قرار دارد. میرزانبی، درباره جزئیات این پرونده تا به حال چه معلوماتی در دست هست؟ بله عبدالله، عبدالعزیز یونوسف پدر اسکر یونوسف یکی از این جوانان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که حکم روز 14 سپتامبر دو روز پیش در دادگاه اصفهان قرقیزستان اعلان شده است. دادگاه پسر او و عبدالرزاق عبدالقهارov ساکن دیگر را به غارتگری و جنایت بر ضد صلح گناهکار دانسته است. به قول دادستان هر دو که ساکنان اصفهان بودند در مناقشه و غارتگری در آن وقت نقش داشتند. به گفته نزدیکانشان مقامات قرقیز آنها را با جرم اینکه عکس یکی را گویا با اتومات در دست دیدند و دیگری از تخانه خاکی جامشویی گرفته است به چنین حکم سنگین یعنی حکم ابد محکوم کردند، هرچند خویشاوندانشان میگن که این اتهام اساس ندارد. روزی نه، شوهر ما یگان آدم نکشته است، یگان دوزی مگزین من ندارنده است، یگان جای نکفانده است. شوهر ما مجبورن گیران رفته، عوض خودم گیران رفته لطو کف کن ملیسه های قرقیز ثانی شوهر مجبور اکار رفته من آزاد کرد. ببینید، عبدالعزیز یونوسف گفته است درباره پرونده و حکم چیزی زیاده نمیدونند و روزی محاکمه نیز آنها را به داخل تالار راه ندادند. وکیل دفاعشان نیز از صحبت درباره جزئیات پرونده با ما خودداری کرد و سببش را مناسبت پیچیده تاجیکستان و قرقیزستان گفت. مقامات تاجیکستان هم هنوز درباره زندانی شدن این دو نفر شرح رسمی ندادند. اسکر یونوسف و عبدالرزاق قهارov را مقامات انتظامی قرقیزستان مهمه امسال دستگیر کرده بودند. میرزانبی، پیش از برنامه میگفتید که محاکمه سه شهروند دیگری تاجیکستان باز در قرقیزستان ادامه دارد. آیا درباره آنها هم معلومات داره؟ بله، محاکمه سه تاجیک تبار قرقیزستان ادامه دارد و دادستان هم روز پیش خواسته است که آنها را به 20 سالی زندان محکوم کنند. مفتشان قرقیز آنها را به خیانت به وطن، غیر قانونی گذشتن از مرز و قاچاق مواد مخدر متهم میکنند، اما خویشاوندانشان میگن که اتهامات بافته است. یکی از آنها اکمل جان ایسایف شهروند تاجیک تبار قرقیزستان است. مادرش رعنا ایسایف به رادیو آزادی گفت که وکیل مدافع در مرافعه از دادرس خواسته است ماده خیانت به وطن از پرونده او و همراهانش ایوب جان و امان جان برداشته شود، زیرا اساس نداشته است. با نظرداشت مناقشه در مرز این تاجیک تباران میگویند که مقامات قرقیزستان غرضمندانه از آنها نقار میگیرند، هرچند مفتشان میگن که این ادعای بی اساس است. در واقع مناقشه باعث مصیبت زیادی خانواده در دو طرف مرز شده است. برای مثال مهینبانو مکرمی همسر اکمل جان ایسایف میگوید هنگام مناقشه با دو کودکش به خانه والدانش به ناحیه باباجان غفوروی تاجیکستان آمد و تا حال در همینجا مانده است و نمیتواند که برگردد و همین گونه یک خانواده بر اساس این حادثه از هم گسیخته است. تشکر میرزانبی. یادآور میشوم که در مناقشه مسلحانه روزهای 28 و 29 اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان از دو طرف 55 کس کشته، 10 نفر زخمی شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ متهم میکنند.